برادر ما صفی‌الله از کابل پرسیدند که گذاشتن پول در بانک هایی که در شرایط امروزی دیده می شود از چه قرار است؟ البته با توجه به آنکه اغلب این بانک ها بر اساس اصولنامه داد و ستود سود استوار اند. در برابر باید گفت که جناب برادر عالی، این وضعیت یا گذاشتن پول جوازش یک امر اضطراری و روی ضرورت هاست. بدین معنا جایز است، اما به دلیل ضرورت امت اسلامی. چرا؟ زیرا قرآن در گام نخست گفته است ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما به گناه و تجاوز هیچگاه مساعدت کمک نکنین. هنگامی که پولها به بانک های سودی نهاده می شود، گذاشته می شود، یک نوع کمک به سودخوران تاریخ است. اما به اساس ضرورت هایی که جامعه اسلامی دارد، گاهی انتقال پول مشکل می شود. دلیل مشکل بودن نبود امنیت، نبود زمینه مساعد برای انتقال پول، چنانچه در برخی کشورها واقعا مشکلات داغ است. بنابراین جواز انتقال روی ضرورت هاست. هرگاه ضرورت برطرف گردد، جواز پول ماندن به بانک ها روی ضرورت هاست. هرگاه که مشکلات برطرف گردد، آنگاه باز چنین روش را استفاده نکنند. امیدوار هستم که برادر ما موضوع را گرفته باشی. در اخیر بازم میگویم که متخصصان معاصر ما برای ضرورتی که امت اسلامی دارند، امنیت ها درست تامین نیست، زمینه انتقال پول به کشورها درست تامین نیست، بنابراین اجازه داده اند. باز هم از ضرورت تقدر به قدر الضروره، ضرورت به همان انداز است که ضرورت بوده باشد. هنگامی که مشکل برطرف شود نیست.